آره داشتنی سن عباس یار هست خیلی سلامتی با جوق به سر شده شمانه والله بیرونی داریم مراد چی گفته یار هستی خیلی شکر کجا بخیر سکل دارم از اون یک مسئولیتی خودت تعامل کنم یا ها نظر خور بده بعد شیخ امید خود زن خود گپ زدم گفتم که یا خود یک کاری کنیم تو پا پیش بگذار که ما برم از پیار تو هر چی حق میراث تو میشه پیلا پیشکش تو میشه که بستون سوار از این پیار تو نیه خونه هم میره زمینه هم میره پول پیشکش هم میره بلورا تو هم صاحب ملک و زمین میشه تو هیچ حالا اگر خوب شد تو بیدم انا به تو بگفتم نظر تو چیه که ما برم پیش که خسر خو بگم حق زن رو بده این گپ بگو خوب گپ نمیگی نیه آه دیگه اما لگه داغل حساب کتاب تو معلوم شما خسرو تو شکر داره اشته نداره میدیشتی که اشتمن میبیده میگم من به تو چی بودم زمین دارم خونه دارم زمین دارم هم یک چوکی زمین حق تو بشه حداقل امور میفهمی که آن شخصی خود منه سوار از با جنگ جنجال صدها نفر وقتی که مثلا یا پیار بمرده یا خسور بوده که میراث شده با گپ و سخن به بین آمده و جنجال و معرکه کردن که نیه و چکاره و فلانه و ویتنه و ما زحمت کشیدیم و چکار کردن دیگه همیتونه میره مقبول برای میگو که یا زمین بده یا همون خونه حق میراث زمه بده یا پولا پیشکش من بده آخه سالک پیشکش دادم من پولا پیشکش؟ ها پیشکش که حق دختر میشه حق دختر حالا اینا که خرج کردن هم پسم پولا پیشکش بده برون گفتم ببینم سیکون چی میگه جهیز چیزی به تو نستونده؟ خدا میدونه 50,000 60,000 جهیز بستونده بگذارم نستونده چی استونده بدونه دیگه چند پیشکش دادی بدی؟ سالک ریپیه دیگه اما اگه 50,000 هم جهیز استونده باشن 2.5 لک دیگه از نمزاد کنه اون حق از دونه هیچ کس حق نداره پیشکش و دختر از خود دختر خیلی لاله نازم که تو باش نظر شما رو هم بگید نه خوب گپیه لاله خوب ما بخیر ازیون برو زنده باشه فعلا خوب گپیه برو خسرشتنه و علیکم السلام خوبی بخیر سلامتی شما هم جو کنم چی پای خوب هستی باش گوی داشتی ما بله بگو خسر بگو من بیام اونو پیش شما چند کلمه گپی شما بگو خدا بزرگ برکن قبول کنی بگو کوکو خسر بلغیس نمزاد مه گفته که برو پیش پیار مه بره پیار حال بگو که سلام از طرف مه بفهمیدیم بیومه که با پیار بگن که امی حق میراث مه هر چی میشه 1 ریپیه میشه 2 ریپیه میشه 10 لک میشه 20 لک میشه هزمال حق مال بده معلوم کنیم دنیا مرگ و مردن سوار از خدای نخواسته با آرام خودم جنگ و جنجال نکنه اگر حق میراث بد نمیدیم ای پولا پیشکش خواست ببیده ای پولا که پیشکش من بدیم چی گفته؟ حق میراث هر چی میشه از مال معلوم کنیم اگه میراث نمیدیم همین زمینا رو میگم دیگه اگه میراث نمیدیم همون پولا که پیشکش بدیم میگو میگو بله دختر همین تو گفته بله یا میگم من یک چیز به شما بگم بگی این دختر من عقل نمیکشه بیکارو اینا هم از دست تو مادر تو من چی کار دارم؟ اشته چی کار داری؟ ما گفته اگه میته برو پیار ما بگو من گفتم باشه با 1000 سال دختر میگه پرده میزنه حق نم کوکو خسر چی حق نه؟ میگم تو چند ما پیشکش دادی کوکو؟ من 100 لک ریپیه 1 لک ریپیه که ما تا خونه تو تیار کردم کوکو خسر گپین هم 2 لک ریپیه پس بدیم کوکو حق این نمزاد من بلغیسه حق شما کنه میشه پیشکش از دختر عباس
یک چیز میگم اگمی گیرونه است از تو بستون میفهمی تو را همون دعوت نکن میگم باد کنی برو برای کار خود کاستان من بیشتر خراب نکن برو دیگه خب با من همین تکرار بگو بلغیز گفت برو پیار ما بگو خراس میگم بعد کده دیگه همین زمین همین خونه حق میراثای نه برو که تو قرآن تو فرشی میکنم برو دیگه اصلا من خراب نکن بیشتر دیگه برو این کارا همه تو نانیتونه تو نانی چی کارا میکنی دختر عقل نمیکشه به کارو میگم حق داره دختر برو دیگه برو دیگه تو خدایا حق داره مشکل نداره ما میرم خود رو میگم بیا بسرا شما خود شما گپ زنه میگم خدا شما زن شورم مقابلتون که میگم باد کنه کو شما بیاین با باش شیرخم مردم یک هم زن بده هم جوال ارزان بده هم میراث بده هم پیشکش بده برای اینو پس شیرخم باش چی میایی؟ آمی آیم جیگر ما فقط تنهایی خوبه ما تنهایی چی که میگم تو دلیل بیار تو صبر تو فقط بکن این پلکا خو بستو من یا قرار چی میشه بستو اگه تو زمین نست تو معنی تو چی کردی دیگه تو کلاسی تو بخدا که اگه بیار نمیای تنهایی بگو حق خود میست آه بیا که خود گپ زنیم عباس بله یا با سرش رو برفتاده که بیان سر زمینه سلام بابا نمیشه که خود تو بیام سر زمین علیکم سلام یا رستیم خیرت مونده نباشه شکریت الحمدلله ها میگم بله یا با سرش رو برفتاده که بیان تا سر آمده خنده میگم بابا سعی کنیم شما سر زمینای ببریم سر صبر کو جیگر که ما گپ زنم میگم سعی کنین شما برای نمزاد ما گفتی بدین دختر ما بیعقلیه اگه ما بیعقلی و پچر من عروس کردیم دمی که پولا پیشکش مر گرفتیم و شیاری به دنبال با بیعقلی شدم با هم دعوا میراث که شد شما باید این فکر بکنید حالا کم پیار خور بگردم من بیام آدم اینجا که خلاصه خود شما گپ زنم من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم شما کار میکنید یا مگر پیشکش مر بدیم یا از این میراثا به من بدیم چرا که من یک دخترم صبح خدا نکرده خدا او روز نکنه خدا او روز نکنه صبح شما میموری من خود برارا خود نمیتونم ولسولی بدم به خاطر میراث یک دختر داریم هر چه حق میشه بده میگم من یک چیز بتونم دختر بگی خوب بشنه نه با تو پیشکش میدم نه با تو میراث به به ایستا خوب رقمه طرف شما قبله به هر باره که میریم اختیار خدا بگو خسرو یک دختر داریم که ظلم به شما که حق ندیم چی عقل حق زمینای میشه حق پیشکش میشه هر چی میشه بدیم خلاص من سیکو که چی میگم دختر گوش کن بله ایت یک جوپیک تا پیش پاش ما بیا کن نه با تو میراث میدم نه با تو پیشکش دار میدم ایت نمیشه بابا ایت رو ندار پیشکش حق خود میشه آه راست میگه پیشکش حق خود دختره یک رگ بخونی و مصرف کنی 2 لک روپیه دیگر بدین هیچ چی دیگه نخوردم من خانه زندگی می بساط نه گوش کشی می چیه پس بیادری ما شما چی همه شو مفتیدیا تو مادرتونه نمیکنم من خود نوشیارم ندارم دختر شما حق خود گفتون چهار طرف شما بابا جان قبله هر وقت که بمردم بیاین میراث خور بستون دیگه بچه خواهد من به زندگی خوب هیچ کس نه به بچه میراث میدم نه به دختر بیش کس نمیدم بگم به بچه خو حق میدیم به دختر خو نمیدیم بیش کس سال حق ندادم بابا نروز دنیا مرگ و مردن یک دم خدای نخواسته میمونیم میریم بعد که خب بچه شما صاحب زمین صاحب خونه میشه حق نداره عباس جان هر وقت که بمردم بیام ابرالو حق خود بگیرم نمیشه بابا باور بکنی که برارم عمال سر کش داره این گفت شما نزنید نداره این که پانیه یک گریپه به شما نمیدم اصلا زنکای نخوش امروز که ما تو میراث بودم دخترها دیگه هم بار میخزه بچه‌ها دیگه هم بار میخزه من بگم بدای جاک بمونم من دیگه زندگی ندارم شمار امیت برارم شمار پیش پر کده کامل عقل شما نمی یک دختر و شما میگیم دخترها دیگه چه کار کنم کاکا خسرو شما میگیم اگه به تو حق بدم دخترها دیگه آور میخزه بچه‌ها آور میخزه کد
دختر دیگه شما عباس من دیوانه شدم من نمیفهم که چی میگم سه بچه دیگه کدارم خب سه بچه مگه با بچه هم بودم بابا بچه شما کار ندارم حق بولقیز هر چی میشه بدی به دست گفتم هر وقت که بمردم مر به قبرستون کردیم بعد حق میراث خوبی هم بسونه برو رایو پیش از پیش توزیع کنی این گپانیه یک گریپن میدو چهار طرف شما قبل هر جا ماین بره کاکا خسرو من چی خبر دارم که شما کی میمونین که ما یک جلوتر بیام حق بولقیز بستونم خب شما زنی شما پس دل جمعی که ما بمرو جلوتر بگین پس چند تا کل خود تحصیل هم بازه که فیصله شو نه خدا نکنم کاکا خسرو بگین خسرو یکی تو بگین یکی بگین بزنم تحصیل بزنی تو چرا بابا قول میکنیم حق راست میگم چی حقه؟ هنه حق منه بچه شما من دختر شما نیو لا اله الا الله محمد دولس تو بس به من دختر بدر نشگی به درد من بخوریم بچه شما بچه بدر شد من نه ها الا آخش کاکا خسرو چکاره فلمایی بولقیزه فلمایی نه کاکا خسرو بند کردم من بند کردم فلمایی برات میراث میایی لا اله الا الله محمد من چی خاک سیاه واسه کنم منو واسه حاضر زنده میام بگم میراث ما بده تو هم خدا فکر نمیکنی اینا من میفهم که تو یاد داده غیر خوشو تو دیگه هیچ کس نیه من میفهمم میراث خواهی بودی پیش من چی کنم از غمی تو همیشه با چشم ترم خوب کودش بدش انوانه بود در بدرم لیلا خوب خوندن کو بله خوب خوندن کو گیلا چره حیفان سلام علیک خود شما بشره نیلیلا تو که برار دومات منی و من چری بفهمم که ما برار دوماتونم پیار تو بازی تا قلدور شده که برار من به تا زمین چپا میکنه تو دام مرگ میزنه آدم دومات خورم تو حالی بزده بوده عباسه پس کی دیگه براری اما دارم بغیر از عباس چره بیامده بودم اینجا بری پیار تو گفته بودم یا قزن من هر چه میشه امیر به دستم به تعبیر کنی که من روزگار خود جور کنم پیار تو چپا کرده تا تونسته رو بزده این خوبیت ای کار خشتری ما شما چی شد با پیار عباس زده فقیر زده مدر مر زده من خبر ندارم من پیار خوب سهرایه پس از اون من به تو نمیزنم من چی میگم دیگه یا به زو زمینه فکر کنیم یا به زو زمین بالای من نمیفهمم کجای دیگه یک سهرای هست کو ایلک برش گورونی میکنه این کار خوبیت نداره ما و شما خودی هم خشیم خوبیت نداره انم وقتا هم گذار بگم به پیار خوب بگو دست خور پیش کنه گودو مور به جنجال ازی بیشتر نندو همین تا برار مزده که بسته شونای همه که سیاه شده این کار خوبه خود تو بگی کار خوبه همین امروز به تازگی پس کی بوده دیروز بوده پریروز بوده من چه میفهمم من میگم از صبح بابا ما که نماز صبح بخون دیری شده گفتم میرم گورونی میکنم نمیفهم بزود پاله دو پاله یا ها بزود دو پاله من مال مستقیم از سر آمدم من از تو پرسان نکنم تو یک بچی پیار کنی یا دختری هم هسته من میرم از تو میپرسم ما برار یک دختریه خب آیا خواهر تا زمین حق نداره بابا جان من نمیفهمم من به سر رزی گپا نمیفهمم به پول میفهمی که با تو سدی بودم میفهمی به صد ریپه که با تو بودم به چه میفهمم به صد ریپه گوش کاشه گیلاگه گوشا خور خوب باکو به پیار خوب بگو یک دفعه دیگه که دست خور ولی برون ولا نکدی با گلی ما تو برطرف باشه عجیب زمانه شده مرتقا خور ما اسما مرتقا تو دام مرگ میزنه من چه میفهمم من خود میفهمم به میراث برای دادی ما بوستن زمینی بخو به میراث نمیفهمی نه هیچ چی نمیفهمی گردن ما تو بگذار که تو پیار تو بمرسه کو میفهمی یا تو با من نفتا کنه برار تو دام مرگ پیار تو بزده تو چرا میای فی میگی پیار تو بمونه به میراث نمیفهمم تو از همه بیشتر مال میفهمی پیار تو بفهمه نه من دعا میکنم که زودتر ما عمر از جنجال کم تر شه بار برات کار کمر تکه خدا کردی راست کم قطمینی گیلدک کلاه است که فقط در خورگاویه یا گیلدگو برو پیار خور نکو که تو اگه میجا چپا نکردم باور کو هیچ کس هم نیه که به داد تو برسه با خدا مقدار بوکس به تاثیر کار تو ندارم که یک مورچه بالاش استم طول کشه با پیار خودمون ضربه بگو دست خود پیش کو بگذار با عباس بیا از خو من نمیکنه نمیتونی بزنی به فرق زمین گشته میزنی من تو برار میزنی بس تکا تو بس تکا گشته تو برار میزنی تو صبر کو برار تو بیا خود کلگنده کو باور بکن دگه سی بعد هیچ کدوم شما بس نمیکنم تو وقت خوار من بیا به سلامو خوار بیایه
اگه دیگه دید اگر چی مثل این تو ارمون به دل تو و پیار تو بمونه که 1 متر از این زمین ها نباشه زن برار حق داره 1 متر خلاص با تو بگم 1 متر که نمونه مگاری به زن برار مباده تو می تو آدم بد اخلاقی هستی که ایون میبینی نمیسته به دست تو عباسته که تو به جلوی نیرام کده ایون بیا دلی درد مندی مرا غم نخورد بیدون با سفری بی مرا هیچ نویدم تجیه چه کار میکنی نقه؟ آنیم گلگل جری این شیلیا لکا شما نه؟ لکان مانه خودی میره تا خیمه با ما میشینیم کشیر بیا یک دقیقه میجگاه بشینی نقه امر خدمتیه برا جو بیا تو بفرمایید لجا کشیر بیا اینجا بشی بیا بگو برا جو بگو سایکو تو کاکا تو عباس چه کاری مانه؟ یومات چه مانه؟ آفرین خیر بینید نیلیلا چه کاری تونه؟ پیامه آفرین خب خیر بینید تشکر باش برو آرمی بیاماده مال به تعجیل کوشه خوب ماستون پیاتور از سرخ و بالا کنون بزنم به زمین خوب باز دیدم که شرایط تقاضا نکرد بلیا بفهمیدی؟ ها ما گفتم که بعد برار از این دومات مانه بیاماده جلوی من بگیری چه من میزنه سیکو ما مالشونه پهلویم خوب من سه قبرغه ندارم بفهمیدی؟ بله. مرا اگه از این میدگاه به هندم ببرین دکترها هند تشخیص میدم که گیلت قبرغه نداره دیوم عظیمه که خو میشم مگر اون دو بالش به یک کلمه قبرغیمه باشه 4 بالش دم به یک کلمه قبرغیمه که من این بری بر نفت کن اینه جوسه که برارم من دکتری نیون که تو اینجا بیمیدی در دا خوبه من تویزی میدی اقا برغا خو میدی خب پا تو شو مدر منی شو مدر تو نیو یعنی میگم من دکتر نیو که میای اینجا بابا گپ مفت میدنی ما اینجا نفر گرفتیم کارگر گرفتیم فعله گرفتیم ما میای اینجا کار بار میندگی برو گیلک نیمه و اول گپ تو میفهم نه با آخر گپ تو اینا که بگونه اینا را سر سلخیه بودی نه برو اینا کنه چی همون سر گذر نه برو اینا همسایه مانه مردم همی خیلی از جو پیشون دیگه دیگه اینا که من نمیشناسم برو گیلک جو برای دگم نگرد باورشم نکنی 5 اون درود معصرنی شلیا کفر ایلالله باشه اگه تکون خورده باشو اون رو زمین دیگایم این خیمه نمیبینی 5 شاید برو باور نکنی که معصرنی شلیا تکون نخوردم اون روز من همین دیگایم برارمه حالا کم برو اگه اونا خود بزدن یا جنجال کردن یا میراث مایا من خبر ندارم برو برای کار خود برو وقت ما رو اگه بیشتر نگی اگه میکنی اگه میفهم راست تشخیصاتو چی شد؟ چی؟ تشخیص دادی چی شد؟ هیچی من تشخیص نمیدم برو من برای کارا خونم برای شکم گشنی کنم چای تنیری نداری؟ نه برو نه ترمز یک پیاله بابا برو یلک و رد نمیشه نیم ساعتی اینجا بشینیم بگو شاگردا خود بگو یک چای تنیری بزنم اینجا بزنیم به بدن تا شما میگه باشه چاش نه خودی مندون بخور چای هم بخور خودی ما میگه تو بدن تو من چی داره؟ ها یه چیز دیگه بیارن دیگه شب ورود بیارن و چای تنیری بزنیم به بدن بزنیم مقدارم تو به شرط داشتم نره میگه خودی بعدم جاری میکنم جاری من اینطور باشه صبر کن دیگه بشونم بجاز ولی شلیا بشی اینجا بشی من مونده شدیم دیگه بلغار یک جاری کنم باش تکن دیگه تکن نکو صبر کن بابا چیرو نکو گیلک نکو بیرو پیار تو بیام خب بیا ما ترکا نمیخوره پیار مره بیا گیلک بابا بیا کار کن نرو تیر اسب عجل بخوری گیلک رو کاکای دکتر بگیره خیلی بیای به ما مزایم چی